چشمای گربه‌ای دوست داری ولی سایه زدنش برات سخته؟ این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. بعد از زدن کانسیلر بهت پیشنهاد میکنم از چسب نواری استفاده کنی تا گوشه‌های تمیز و شارپ‌تری داشته باشی. بعد از زدن ترانزیشن کالر برای اینکه کانسیلرم ترک نخوره 1/3 اول چشم رو سایه روشن میذارم. مرحله بعدی سایه رنگ مشکی رو به فرم خط چشم در امتداد چسب میذارم و با رنگ قهوه‌ای بلندش میکنم. اونقدر این کار رو تکرار میکنم تا به اون درجه مورد نظر از رنگ دلخواهم برسم. بن مژه‌ها من به ترتیب با رنگ قهوه‌ای و مشکی اسماج میکنم. انتخاب امروزم برای کانتور یه صورت کشیده است. تادا! به جای ابروهای شلوغ و هاشوری من بلاک براوز رو انتخاب کردم که خارج از دوربین انجام دادم. که اگه دوست داری یاد بگیری حتما این زیر برام کامنت کن. عاشق مژه‌ام انگار به کل سایه جون میده و ترکیبو کامل میکنه. بعد از اینکه به خودم یه جایزه کوچولو دادم سریع برمیگردم سراغ چشمام و سایه زیر چشمم رو کامل میکنم که چشام بزرگتر بشه. هایلایت گوشه داخلی چشم و زیر ابرو رو هم فراموش نکن. توناژ هلویی صورتی، قطعاً صورتی. و اینم اتمام کار. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. دوستتون دارم. میبینمتون تا ویدیو بعدی.